همه کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تو اون کمیته اقتصادیش که آقای سعیدی کیا مسئولیتش به عهده داشت، همه آدم‌ها، یعنی تولید کنندگان خودرو، سایپاد، نمیدونم ایران خودرو، وزارت سمت، دانشگاه‌ها، مجلس، همه قطع سازا، همه با واردات خودرو موافق بودن. یک نفر مخالف بود. کی مخالف بود؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو. آقای نباید تیتر بشه؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو بود. بگردید پیدا کنید پرتغال فروش رو. او باید بیاد دست ما رو هم ببوسه بگه من کارم واردات دیگه، دست ما رو باز گذاشتی. او مخالف بود. فکر کنید چرا مخالفه؟ اینی که نمیگم ولی من میدونم چرا. برای اینکه اون نمیاد بره 100,000 تا خودرو 15,000 دلاری بیاره. اون میره 2,000 تا خودرو 500,000 تایی میاره. بعضی همین سود میکنه. مگه مرض داره بره 105,000 تا خودرو بیاره؟ آنقدر این تیم قویان، آنقدر پشت این داستان رانته، آنقدر این مافیا قوی هستن که همون یک نفر رأی همه رو عوض کرد و نذاشتن وارد خودرو.